با مقصد سبز و خرمگردانی محیط زیست و تازه کردن آن در ناحیه کوشانیان با اشتراک رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید در جماعت‌های دهات نوبهار و مهنت‌آباد در شفت شاهراه باختر کوشانیان بخش معرکه نهالشینانی تحت عنوان نهال من سرسبزی وطن است برگزار گردید. در این حشر عمومی خلقی تمام ساکنان جماعت دهات، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها، اداره کارخانه‌ها، زنان فعال، آموزگاران و طبیبان و رئیسان محله‌ها، پیران روزگار دیده شرکت کردند. باید تذکر داد که ناحیه کوشانیان از جهت شماره اهالی، میدان زمین‌های کش و حجم استحصال محصولات کشاورزی در ولایت کلانترین به شمار می‌رود. با اطلاع مسئولین حفظ محیط زیست ناحیه امروز در این حشر دست جمعانه زیاده از 1,500 نهالان آرایشی و سایه‌افکن و تا 2,000 نهالان تود شینانیده می‌شوند. در واخوری با ساکنان رئیس ولایت دولتعلی سعید دستور دادند که هنگام شیناندن نهالان عامل‌های اساسی اگرتکنیکای شیناندن نهال رعایت کرده شود. همزمان برای سبزیش آنها از تمام امکانیت‌های موجوده استفاده نمایند تا آنها خشک نگردند، زیرا مقصد حکومت تاجیکستان و رهبریت عالی کشور این سرسبز و خرم گردانیدن محلی زیست و به کشور سبز تبدیل دادن تاجیکستان عزیز است. بهر اجرای دستور و سپارش‌های سرور دولت، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان امروز در ناحیه کوشانیان شرایط و امکانیت فراوان است. ساکنان هر روز شنبه و یکشنبه به حشر برآمده در جایهای خالی، زمین‌های بیکار خوابیده، قد راه و جوی‌ها، کانال‌ها، نهالان آرایشی ارچه، سوزنبرگ، تود و گلبوته‌ها می‌شینانند. ناحیه به 8 جماعت تقسیم گردیده محله‌های اهالینشین زیادی دارد. از این لحاظ تازه و آزاده نگاه داشتن مکانی زیست، سبز و خرم گردانیدن آن، کوچه و دهه کاری همروزه باشندگان ناحیه محسوب می‌یابد. رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه تصمیم گرفتند که در پرتو پیام سرور دولت به مجلس عالی مملکت و دستور و سپارش‌های رهبریت عالی کشور در سمت تازه و آزاده کردن محیط زیست، عکسی محیط زیست را تازه نگاه می‌داریم و سبز و خرمگردانی محل را در همه جماعت‌ها براه مانده به طور دست جمعانه در کارهای آبادانی و سازندگی و تازه‌کاری‌های محلی زیست و تدبیرهای سبز و خرمگردانی به استقبال ارزنده از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سهم مناسب خود را گذارند. امروز مردم سرجمعانه به حشر برآمده قد شاهراه باختر کوشانیان بخش و زمین‌های بیکار اطراف زمین‌های کشت با استفاده از اگرتکنیکای شیناندن نهال هزارها بیخ نهالان آرایشی شینانیدند. در حقیقت امروز مردم خوب درک کردند که تازه و آزاده نگاه داشتن محیط زیست، سبز و خرم گردانیدن طبیعت و کوچه و خیابان کاری دست جمعانه بوده. تشکیل چنین معرکه‌های سبزگردانی به منفعت مردم میباشند. در این حشر عمومی خلقی سهم جوانان ناحیه خیلی کلان ارزیابی گردید. آنها از صبح بر وقت در جا کردن نهالان، با آب تامین کردن آنها، کندن چقرچه‌ها سهم مناسب خود را گذاشتند. امروز اکسیه نهالشینی تحت عنوان درخت من برای سرسبزی تاجیکستان است در ناحیه برگزار گردید که در آن جوانان کسب و کار گوناگون و تمام ساکنان ناحیه اشتراک نمودند. مقصد برگزاری این چهاربینی‌ها برای بیدار نمودن حس وطن دوستی در دل جوانان می باشد و در دل آنها بیدار نمودن حفظ طبیعت، دوست داشتن طبیعت و برای سرسبز و خرم گرداندن تاجیکستان عزیزمون می باشد. در همین موضع و در تودزار ناحیه با اشتراک رئیس ولایت دولتعلی سعید تا 2,000 نهالان تود شینانیده شد. باید یادآور گردید که در ناحیه کوشانیان بهر رشد ساحه پیله پروری تودزارهای زیادی تشکیل گردیده، نگاه و بین آنها به ذمه ساکنان و مسئولین ساحه محیط زیست واگذار گردیده است. زیاد گردیدن تودباغ‌ها به رشد ساحه کرمک پروری مساعدت کرده استحصال این اشیای پرقیمت صنعتی را زیاد می‌نمایند. رئیس ولایت در این سمت دستور و مصلحت‌های مفید داده تاکید داشتند که سبز و خرمگردانی و تازه‌کاری‌ها را وسعت تازه بخشیده، جشن‌های در پیش ایستاده را با تحفه‌های ارزنده مهنتی استقبال نمایند. ما کارمندان شعبه محیط زیست در یک جایگی با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه تصمیم گرفتیم که همین خیلی اکسی‌ها را هر هفته روز شنبه براه مانیم. انا کوشش میکنیم که همین خیلی در هم شفت شاهراه‌ها، کوچه و محله ها همین خیلی عکس‌های نهالشینانی را هر هفته روز شنبه تشکیل نماییم. در همین موسم همین ساله نقشه نهالشینانی ما زیاده از 97,000 ارچه های سایه‌افکن همیشه سبز و آرایشی، 340,000 گل و گلبوته های موسمی با نقشه گرفتگیم. کوشش میکنیم که همین را سری وقت به انجام رسانیم.
ساکنان ناحیه کوشانیان با حس سرشار صداقتمندی در مجرای پرووسعت آبادانی و سازندگی و سبزگردانی و بنیادکاری بخشیده به استقبال جشن‌های در پیش ایستاده عمل‌های نیک و سازنده را اختیار کردند. مردم در برابر شیناندن نهالکان با نرم کردن و تازه کردن بیخ نهالان، شفت راه‌ها، زهبورها را نیز با قوه دست تازه می‌نمایند. امروز هم در زمین‌های بیکار خوابیده زیاده 3,500 نهالان ارچه، سوزنبرگ و توت شینانیده شد. مردم زحمت قرین ناحیه کوشانیان دستور و سپارش‌های سرور دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را در سمت سزاوار استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان پای عمل قرار داده با استفاده از شرایط و امکانات‌های موجوده تدبیرهای ضروری می‌اندیشند. حشر دستجمعانه ساکنان امکان فراهم می‌آورد که مکان زیست کنار جوی زهکش‌ها قد راه‌ها سبز و خرم گردیده و محیط تازه گردد. تشکیل چنین چاره‌بینی‌ها امکان می‌دهند که محل زیست تازه و آزاده گردیده در آبادانی و گلگشکوفی دهه و روستاها مردم مسئولیت بیشتر احساس نمایند. گلیزار حسنزاده، فیض‌الله قادرов، نمازعلی ارگش، اخبار ناحیه کوشانیان.